از همه استانداران میخوام، از همه وزرا و سازمانها میخوام که حوزه گردشگری رو اهمیت میدن به عنوان اقتصاد پیشران و شتاب دهنده حوزه های دیگه اقتصادی. گردشگری از بخش های پیشران و شتاب دهنده به اقتصاد کشور است. این را رئیس جمهور در 17مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته گفت. ما اگر در اقتصاد میخوایم تک محصولی نباشیم، فقط به نفت اتکا نکنیم، یکی از حوزه‌های مهم که میتونه در اقتصاد مطرح باشه گردشگری است. آقای رئیسی ضمن اینکه لغو روادید برای اتباع 33 کشور را یکی از گام‌های مؤثر در توسعه گردشگری دانست، گفت اینکه برخی میگویند برای توسعه گردشگری باید در برخی اصول و مبانی تجدید نظر کنیم، حرف نادرستی است. رئیس جمهور گردشگری فرهنگی، طبیعت، زیارتی و سلامت را از دیگر زمینه‌های ظرفیت‌های عرصه گردشگری برشمرد و گفت امروز ایران در حوزه پزشکی در منطقه حرف اول را می‌زند. 277 مرکز درمانی در کشور داریم که آماده پذیرش گردشگران سلامت هست. امروز در منطقه من بسیاری از کشورهای منطقه که رفتم، اونا ترجیح میدن به جای که برن اروپا برای معالجه بیان به جمهوری اسلامی ایران. آقای رئیسی در ادامه گردشگری زیارت را هم بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت بخشی از زائران حضرت رضا در کشورهای مسلمان و سایر کشورها هستند و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند. مسئله گردشگری زیارت بسیار اهمیت داره، یعنی یک نوعی متمایز میشه گردشگری زیارت از سایر گردشگری ها که این یک میل قلبی میده به زائر برای رفتن به طرف مزور و زیارتگاه. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به مسئولان و فعالان عرصه گردشگری گفت زمینه را برای درانداختن طرحی نو آماده کنند. امروز ایران اسلامی میتونه در حوزه گردشگری به نحوی فعال باشه که گردشگران بیان ببینن آثار فرهنگی ما را، آثار انقلاب اسلامی ما را، مردم خوب و مهمان دوست ما رو، فرهنگ غنی ما رو، تمدن کهن ما رو و داشته‌های بسیار علم و فناوری جمهوری اسلامی و پیشرفت‌های بسیاری که کشور داشته علیرغم همه تحریم‌ها. آقای رئیسی با اشاره به افزایش 50% ورودی گردشگران به کشور در سال جاری به مسئولان دولتی مأموریت داد حضور گردشگران را در ایران تسهیل کنند. رئیس جمهور با اشاره به وجود 20 مصوبه تشویقی برای فعالان گردشگری گفت دولت موافقه برای توسعه گردشگری در کشور این مصوبه‌های تشویقی افزایش پیدا بکنه. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم از به نتیجه رسیدن 100 همت سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری تا پایان دولت 13 خبر داد. چیزی همونطور که گزارش دادن حدود 400 همت پروژه های گردشگری که تقریباً بیش از 1/3 پروژه های ساخت و ساز تو این حوزه هست الان در حال انجامه و اگر درست ما جلو بریم تا پایان دوره اول ریاست جمهوری ما بیش از 100 همت پروژه افتتاح خواهیم کرد که فقط 17 تاش هتل 5 ستاره است. دبیرکل گردشگری سازمان ملل متحد هم در این مراسم از بهبود آمارهای روند گردشگری در ایران گفت. داده‌های سازمان گردشگری ملل متحد UN توریسم نشان می‌دهد که آمار گردشگران ورودی در سپتامبر و اکتبر سال گذشته حدوداً 5% بیشتر از زمان مشابه در قبل از همهگیری کرونا بوده است. این موفقیت و تحول بزرگ را به شما عزیزان و سروران تبریک عرض می‌کنم. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.